خدمت و احترام پدر و مادر را به جا بیاور. فرزندان نیز با تو چنین رفتار خواهند کرد. با مردم با لحن شیرین سخن بگو. پاسخ آنان نیز شیرین خواهد بود. از بدی در حذر باش. بدی نیز به تو نخواهد رسید. سلام عزیزان، نشر نوی برنامه равондармонӣ را از تلویزیون تاجیکستان پیشنهادتان می‌داریم. امروز به سوال‌های شما پاسخ می‌گویند روانشناس محمدالله دولتов. چون همیشه که طول هفته یک قطار بینندگان به عنوانی برنامه ما سوال‌های خود را ارسال نمودند که عین زمان من آنها را یک و یک می‌خوانم و به همه آنها روانشناسی ما پاسخ می‌گویند. شروع می‌کنیم. جاویدان 25 ساله از شهر دوشنبه می‌نویسند که حادثه‌هایی را که رخ می‌دهند 5-10 ثانیه پیش حس می‌کنم. این چگونه حالت است؟ مرکزهای گوناگونی که در سطح پسلاخ معاینه سری انسان وجود دارند خیلی واقعاً قابلیت‌های مهمی را و ضروری را به واسطه در خود دارند و آنها امکان می‌دهند که انسان حادثه‌های در پیش به عمل آینده را پیش بینی کنند و چنین یک مرکز هم هست، مرکزی پیش بینی کننده و این مرکز امکان می‌دهد که حادثه‌های معینه را در فاصله به واسطه حتی با خبر شود، درک کند. زیرا خصوصیت خاصی سیستم عصبی ما، خصوصیت خاصی معاینه سری ما از همین عبارت است. زیرا ما دارای تفکر هستیم، دارای شعور هستیم، دارای واقعا خردی والا می شویم و انسان همیشه دلخواه یک عملی را اگر فرض کردیم که اجرا کردنی شود، او این عمل را واقعا تحلیل و ترکیب می کند و عاقبت او را پیش بینی می نماید، درک می کند و بعدا به عمل کردن واقعا آغاز می نماید. همین یک قابلیتی خیلی بزرگ انسانی دلالت از آن می کند که او پیش بینی کرده می تواند. این خصوصیت خاصی است. بغیر از این یک خصوصیتی باز خاصی دیگر انسان است، یک حسی ششم انسان میگویند، احساس ششم آن میگویند که آن را فراست یا خود اینتوییتسیا به واسطه میگویند و انسان ضمن همین زمینه‌های گوناگون طبیعیه که در سطح پسلاخ معاینه سری انسان وجود دارد و این مکانیزم، این ساختار امکانیت میدهد که انسان احساس کند و درک کند که همین حادثه واقعا روی دادنش ممکن. یک چیز را من باز باید بگویم که دلخواه یک انگیزه که اگر تأثیر برساند و در نظر ما چنین میتابد که من اون را حس نکردم ولی بعد چند آن روی میدهد و گویا که من آن را در زمینه خشک و خالی گویا دیده باشم و این خطای محض است. زیرا خاصی سیستم عصبی انسان از آن عبارت است که وی دلخواه انگیزه قوه تأثیرش پست را احساس میکند، یعنی قبول میکند و آثار میگذارد در سطح پسلاخ معاینه سر با مرکزهای موافق مغز سر همچون انگیزه تأثیر میرساند، اون مرکز را به حرکت میدارد، به حالت هیجان میآورد و او فعالیت میکند، فعالیت خیالی میکند، فعالیت فکری میکند و همین زمینه میگذارد. در نظر ما چنین میتابد که گویا من آن را بدون زمینه واقعا حس کرده باشم. در این دنیا یکی است که از همه به ما نزدیکتر است، از هر کس شما را بهتر می شناسد و با وجود همه عیبها شما را به جان دوست دارد. اوست که می تواند هر چی خواهش دارید به منت برآورد یا دست آزارش را کوتاه کند. عجب آن که اگر با این یکی دوست شدید، اهل دنیا همه با شما دوست خواهند شد. این یار فداکار عقل شماست. فریدون عمربک می نویسند که بیش از 1.5 سال است که عصب‌هایم اذیتم می‌دهند. گپ سر این است که از نقلیات جمعیتی استفاده برده نمی‌توانم. از سوار شدن در اتوبوس و ترالیبوس تماما می‌ترسم. آهسته آهسته در مجلس و جماعت‌ها ششته نمی‌توانستگی شدم.
ба ногоҳ дар нимашаб агар аз хоб бедор шавам, аз тарс дигар хобам намебарад. ба мутахассисон муроҷиат намудам. дардамро яке асабхастагӣ медонаду дигаре афсурдаҳолӣ. хоҳиш мекунам ки ҳолати маро бозгӯ кунед. сипоси бепоён. аз саволи бародари мо бармеояд ки ӯ ба як ҳолати тарс рӯбарӯ шудааст, дучор гардидааст ва тарсам аз нуқтаи назари психологӣ дар заминаи хушку холӣ ба амал намеояд. яъне як объекте ҳаст ки он таъсири муайяни худашро ба инсон расондааст ва дар ӯ як қатор ҳолатҳои номатлуби эмотсионалиро ба вуҷуд овардааст. зинаҳои аввали пеш аз ҳама тарс бим аст, ҳарос аст ва ваҳм аст. ваҳму ҳарос ва бим ин зинаҳои аввалинест ки инсон дар ибтидо воқеан аз он меҳаросад, аз он бим дорад ва ваҳм мекунад, вале ин оҳиста оҳиста мустаҳкам мешавад ва устувор мегардад, ба як тарси устувор бевосита табдил меёбад. ва бо ин гуфтанӣ ҳастам ки бародари азизи мо аз чанд намуди тарсро дар инҷо ишора карданд. тарс аз нақлиёти ҷамъиятӣ, тарс аз одамон, тарс аз хоб ки агар ягон образҳои гуногуни даҳшатнокро, образҳои гуногуни хаёлии манфиро бубинад, метарсад. ва ҳама ин муддати 1.5 сол давом кардааст. ва ҳамин чиз албат ба ҳолати системаи асаби инсон бетаъсир намемонад. яъне тарс ҳамчун як ҳодисаи психологӣ ва ҳамчун ангеза ба ҷисм таъсир расон ва ҷисм дар ин замина лоғару нотавон шуда истодааст. ва бинобар ин як диагнози додашудае ки духторҳо ва мутахассисҳо ба ӯ додаанд, асабхастагӣ ба вуҷуд омадааст. яъне асаб ба дараҷае хаста шудааст ки дигар бим ва ҳарос дар дилхо як ҷои муайян ба вай бевосита оқибат дода истодааст. бинобар ин чӣ бояд кард? албат назди духторҳо агар рафта бошад, табобатро гирифта бошад, пас қисмати психологии табобат ва дармон ба вуҷуд меояд. мо мутахассисон ба ин нафар одам ҳангоме ки агар рӯбарӯ мо бошем, дар ҳуҷраи машварати психологӣ бошем, ба он кас мегуфтем ки агар тарс аз нақлиёти ҷамъиятӣ бошад, пас аз нақлиёти ҷамъиятӣ дурӣ ҷустан маъно надорад. зеро объект ҳамеша дунболагираш мекунад. пас мо ҳар қадар метавонем ки худро маҷбур созем ба сӯи ҳамин объекти тарсамон равона шавем. барои он ки ба мақсадҳоямон бирасем, бояд якчанд қурбониҳо кард. қувват ва вақти худро дариғ надоштан, якчанд амалҳоро ба худ маҳдуд сохтан. баъзан чунон ҳолат мешавад ки мехоҳӣ ҳамаро ба ҳолаш гузориву аз орзуи худ даст кашӣ. лекин дар ин ҳолат ба хотир ор ки чӣ қадар бурд мекунӣ агар роҳатро давом диҳӣ ва чӣ қадар бой медиҳӣ агар таслим шавӣ. меҳроб зиёратшоев аз шаҳри куло менависанд ки донишҷӯ ҳастам. дар вақти хондани китоб фикрҳоям парешон мешаванд. чӣ тавр фикрҳоямро идора кунам? саволи хеле хуб аст ва бисёр донишҷӯён ҳам ба мо ба ҳуҷраи машварати психологӣ назди кафедри психологии донишгоҳи миллии Таҷикистон муроҷиат мекунанд ва шикоят аз ҳамин хотирашон мекунанд. фикрашонро мутамарказ карда наметавонанд, диққаташонро дода наметавонанд. аслан дар ин ҷо сухан дар бораи диққат меравад. вақте ки шахс диққаташро устувор нигоҳ дошта наметавонад ба маводе ки онро бояд аз худ кунад, он гоҳ якчанд омилҳо ба ин бевосита мусоидат менамояд. оё ҳамин нафар одам дар кадом ҳолати системаи асаб, дар кадом ҳолат қарор дошт ва машғули мутолиаи китоб шуд? дар ҳолате ки хаста буд, дар ҳолате ки монда шуда омада буду аз рӯи зарурат тест тайёр кардан зарур аст
مواد را خواندن ضرور، قید کردن ضرور، کنسپیک کردن ضرور که پیش استاد بردان را جواب دهد. اگر در همین حالتی بسیار ناسالمی، نامعتدلی سیستم عصب اگر او با مطالعه کتاب مشغول شود، انیق که دقت پریشان می شود و او چطوری که خودش میکرد فکرش را جمع کرده نمی تواند. توصیه داده می شود که این نفر آدم در کدام حالت می بایست که مقصد گذارد و به مطالعه کتاب مشغول شود. در حالتی که سیستم عصبش آسوده شده است، استراحت نموده است، کارشایم شده است و بعد به مطالعه کتاب وارد شود. این یک عامل است. دوم این که تا چه اندازه همین مواد درجه مشکلی و وزنینی آن هست. سطح همین نفر آدم با همون مضمون مواد موجوده که آن را باید مطالعه کند، اگر به طور علمی باشد، زبانش خیلی مرکب باشد و درک نکند، در آن صورت مادام که گویا که به مضمون آن صرفا نرفته ایستاده است و همین خیلی میخواند، آنگاه این هم صرفهم نمی رود و دقتش پریشان می شود، زیرا او به عمق اساسی مواد وارد نشده است. وقتی که او به عمقش، به ماهیتش، به معنای اساسی کتاب صرفهم می رود، دقت را جلب می نماید. یعنی انگیزه را او درک نکرد، بنابراین دقت پریشان شد. متمرکزیت دقت در صورت به عمل می آید که اگر مضمون کتاب برای او شوق‌آور باشد، ذوق‌آور باشد و مهم باشد، ضرور باشد و او احساس می کند که همین مواد را من جداً باید مطالعه کنم و کمتر دقت اختیاری را با آن روانه سازم. دقت اختیاری دقت مقصدناک است و انسان بعضاً اراده خودش را استفاده برده دیگر انگیزه های در اطراف بوده را صرف نظر باید کند. تصور کنیم که اگر این برادر عزیز ما در خوابگاه اگر مطالعه اگر نماید، چقدر انگیزه های خلل رسان در خودی حجره خواب اونهاست. او مواد را میگیرد میخواند، ولی چندین هم خانه های او با کارهای دیگری مشغول میشوند. پس نگرید این نفر آدم چطور باید از بین انگیزه های گوناگون تأثیر رسان انگیزه اساسی او که مطالعه کتاب است دور کند و به این روانه سازد. خوشبخت کسی است که به یکی از این دو چیز دسترسی دارد، با کتاب‌های خوب و یا دوستانی که صاحب کتاب باشند. چهره انسانی که قبل از خواب پیش نظرتان می آید سبب خوشبختی یا بدبختی شماست، چون این دو حالت بلند ایموشنالی قدرت اداره معینه سر انسان را دارد. سیر و گشت در هوای تازه کاری معینه سر را معتدل نموده خوف سکته دل و افسرده‌حالی را از بین می برد. از این رو بیشتر در فضای گشاد و تازه سیر کنید. لباس باور نموده انسان از حالت روانی او وابسته است. مناسبت دیگران با ما عکس رفتار ماست. 70% وقت خود را معینه سر تنها برای به خاطر آوردن صرف می کند. 50% خوشبختی ما از هورمون ها وابسته است. انسان ها از سن 18 تا 33 سالگی به بحران شدید روانی گرفتار می شوند. بعد از 33 سالگی درجه این بحران تدریجاً پایین می رود. چشم انسان رنگ‌های سرخ و کبود بلند را در آمیختگی قبول کرده نمی تواند. این حالت به چشم فشار آورده آنها را زود خسته می کند.
بیننده های عزیز، این بود بخش دلیل های جالب. مشکلات روانی شما را اذیت می‌دهند. با سوال‌های بیشمار خود پاسخ می‌خواهید. پس زود تلفن‌های خود را گرفته سوال‌های خود را طریق SMS پیام به عنوان برنامه ما روان نمایید. با همه سوال‌های شما روانشناسان ما حتما پاسخ می‌گویند. سلام، سنت الله هستم از ناحیه ورزاب. من دانشجویم. در زندگی مشکلاتی ندارم به جز آنکه شب‌ها خوابم نمیبرد و می‌خواهم دائما تنها باشم. شاید که خنده‌آور باشد، ولی یگانه آرزویم این است که در بیابان تنها باشم. این چگونه حالت است و چی طور از آن رها شوم؟ یک احساس معینی پسیخولوژی این احساس تنهایی است و این احساس تنهایی هم با چند سبب ها روی میدهند. زیرا طبیعت انسان گوناگون است. یک انسان طبیعتاً تنهایی دوست است. اونها همیشه کوشش میکنن از جامعه دورتر باشند، تنها باشند، مصلحتگری خودشان با شمار میروند. این خاص است، این طبیعتی چنین آدمان است. این چی طلب میکند؟ این کاتگوری آدمان، این طایفه آدمان با این طبیعتشان چی طلب میکند از ما؟ از ما طلب میکند که ما اطرافیان تشبث نشان دادنمان ضرور است، زیرا همین گونه طبیعت دارند. ما آنها را جرأت ببخشیم در همه کار، در زندگی، در عائله داری و غیره، زیرا آنها هیچ گونه اندیشه های موجوده، مشکلات موجوده، معماهای داشته، غم و غصه خود را به بیرون نمیبرند و او در باطن نگاه داشته می شود، زیرا نمیتوانند به یگان نفر بگویند چون که تنهایی دوستند. پس اطراف میبایست که نقش بازد، تشبث نشان دهد و اگر او کارمند باشد در کارخانه راهبر و همکاران، اگر در مکتب باشد معلم فنی، راهبر صنف و همصنفان، و در خانواده باشد، در عائله باشد حتما اطرافیان، شوهر، سرخش دامن و غیره، بدانند که چنین طبیعت را دارد. هر وقت فعالیت او را واقعا بهادهی مثبت بکرده جرأت ببخشند و در شرایط های علاهیده بپرسند، دلشان را خالی کناند، وگرنه میتواند این عاقبت بدهد. زیرا نگاه داشتی هر گونه انگیزه های عالم بیرونه در کنجک دل را افگار میکند. دل گنجایش اینقدر غم و غصه را ندارد، سخت اسیر است. این از یک جهت صورت گرفتنش ممکن. جهت دیگری که آدم به تنهایی میبرد، مشکلات های گوناگونی شخصی، واقعا عائلوی، مشکلات های دیگری که یار شده است به همین نفر آدم، ولی او حل آن را پیدا نکرده است. و این آدم میتواند مادام که چنین است، بگذار فرض کنیم که آدمی که قرضدار مانده است از چیزی، قرضش را داده نمیتواند، یا پرابلم های گوناگونی که در خانواده، در عائله صورت میگیرد، این خیل آدم نمیتواند از دایره خانواده مشکلاتش به بیرون برارد، نه به پدر و مادرش بگوید، نه به شوهرش بگوید، نه کسی دیگر بگوید، تنها میماند. احساس تنهایی مرکب است. ما میبایست همیشه به هم آییم، بپرسیم، از درد یکدیگر با خبر شویم. دو تا در را پهلوی یکدیگر میگذارند. از بحر چیست؟ از بحر آن است که به درد یکدیگر برسند. اما ما بعضا آدمان را به طور صنعی در حالت تنهایی میمانیم. ببینید در حالت داده شده انسان دیگر کسی اگر طبیعتا همین خیل باشد، او بیابان را جستجو میکند، او به بیرون میرود، در حالتی که مردم نیست در قعر شب بیرون میبراید و همین حالت به پیوسته خود به خود مصلحت میکند.
худ به خود مصلحت کردن ها اصلا در زمینه حسیات صورت میگیرد، زیرا حسیات ها او را به این حالت آوردند. در میدان حسیات دور میزند. در اینجا دل نقش دارد. دل با مغز سر همکاری نکرده ایستاده است، مغز سر توصیه نداده ایستاده است. بنابراین در حالت داده شده این نفر آدم تنهایی دوست شده است، آدم گریز شده است. آنان که همواره دلنگران ناتوانان هستند هیچگاه نمیتوانند ناتوانی را نجات بخشند. با اشک ریختن ما آنها توانان نمیشوند. باید توانان شد و آنگاه آستین همت بالا زد. سنگ بزرگ و وزنی نباش که هزاران خس و خاشاک و برف و لای به سر سنگ زده خود پاره پاره می شوند، ولی سنگ پا بر جای می ماند. امروز به سوالهای شما پاسخ گفتند روانشناس محمدالله دولتов. بیننده های عزیز، یادآور می شویم که برنامه رواندرمانی برنامه خود شماست و شما می توانید طول هفته سوالهای خود را به پست الکترونی یا تلفن های ما که این زمان روی اکران های شما نمودار است روان نمایید. به همه سوالهای شما روانشناسان ما حتما پاسخ می گویند. خود و نزدیکانتان را احتیاط کنید. تا دیدار دیگر، سلامت باشید.